اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خبر عاجل خبر عاجل خبر عاجل خبر عاجل. اشرف غنی، کرزی، محب، سیاف، گلبدین و دیگه اشخاص رو ما پیدا میکنم یا معامله کردن ولایت ها را با استخبارات. این خبر به ما آمد امیالی با استخبارات طالبا و استخبارات طالبا از آیسای پول دریافت کرده، به این معنا که استخبارات طالبا اشرف غنی را، محب غنی را، کرزی، گلبدین، سیاف و دیگه اشخاص ما پیدا میکنم. والی منطقه، والی ولایت که در غزنی، والی ولایت غزنی داوود لغمانی است. اشرف غنی والی های خود روان کرده در این ولایت ها و والی های هر ولایت با استخبارات طالبا معامله کرده. شما ببینین که داوود لغمانی آمد در ولایت غزنی، 5 ولایت فوراً معامله کرد و 5 ولایت سقوط کرد و طالبا تعداد زیاد تانکا، ماشیندارا، مرمیا به دست آورد از ولایت غزنی. سه ولسوالی سقوط نکرده در غزنی که گیلان است، ناور است و جاغوری است که در این مناطق اشخاص تاجک و هزاره و سایر اقوام زندگی میکنن. اینا جنگ میکنن کت طالبا و خبر بعد ایست به ولایت غزنی ایست که طالبا خواهد آمد هفته آینده و این طالبا که در ولایت میآید چشمشان پشت زنای مردم است، پشت ناموس مردم است و برای ولایت غزنی بسیار خبر بد دارم که این طالبا که بیاید که با ناموستان بالایش حمله خواهد کرد. و شما بفهمین که تمام 34 ولایت در افغانستان غنی خائن ملی معامله کرده. این ما غنی بالاخره یافتم که غنی با والی ها سازش کرده، با کمک دیگه اشخاص همچو محب خائن، محب وطن فروش، کرزی خائن، کرزی وطن فروش، گلبدین خائن، گلبدین وطن فروش، سیاف خائن، سیاف وطن فروش و 1-2 شخص دیگه مسئول ما پیدا میکنم. غنی وقت پولهایشان گرفته و ولسوالی ها را برای طالبا فروخته. ما یک ویدیو را دیدم که ولسوالی ها خالی، نه اردوی ملی، نه پلیس ملی و نه امنیت ملی، این نوکرای پاکستان میآید و ولسوالی ها را تسخیر میکنه. اشرف غنی ما میگفتم که تو مادرت در پنجاب تو را تولد کرده، مادرت تو را در پنجاب تولد کرده. ما خواستم که ملت قهرمان این را به توجهتان بیارم و ما برای مردم غزنی و سایر ولایات دل میتپه و ما تشویش دارم که ناموس ملت غزنی را طالبا در می زودیا خواد تصرف کردن. ما خواستم این خبر عاجل به شما برسانم و این خبر به تمام ملت قهرمان افغانستان باید برسه. این ویدیو را شیر کنین، او ملت قهرمان افغان در جرمنی، در اروپا، در امریکا و در کانادا کل مردم بفهمه. اردوی ملی
ارتش ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، شما را من قسم میتم، قسم به وطن، قسم به مادرتان، قسم به ناموستان، ارتش ملی، امی غنی را به ما دستگیر کنین، غنی را به ما دستگیر کنین، بازدگی شما میتونیم که معامله کنیم. و این خبر به توجه مارشال صاحب دوستم، مارشال صاحب عطا محمد نور، مارشال صاحب گلایدر، مارشال صاحب امان گذر و مارشال صاحب محمدی وزیر دفاع و در این حال به توجه وزیر صاحب دفاع که شخص خوب است میارم، به توجه حضرت علی، به توجه قدیر صاحب، به توجه تادین صاحب، به توجه سایر اعضای دولت ما میرسانم که شما بسیار متوجه باشین که اشرف غنی افغانستان فروخته، این آدم دستگیر کنین. ما صدیق متین باعث رئیس جمهور انقلابی و اسلامی افغانستان نوین ما امر میکنم بالای ارتش ملی، پلیس ملی و امنیت ملی که اشرف غنی را و دار دستش دستگیر کنین فورا و ما را خبر کنین. من الله توفیق. ما از دیگه ولایت ها را معلومات هاش که چقدر پول گرفتن، چقدر پول به دسترس از یا رفته ما بهتان میرسانم. من الله توفیق. السلام علیکم.